با اشتراک دسته‌های منتخبی جوانان تاجیکستان و ایران برگزار می شود. ما این همون گلی که گفتم در مورد غیر بازی زده شد گفتم و ما باز با دسته منتخب جوانان مخلصی میکنیم و ما میکنیم که در بازی دوم هم آنها با پیروزی نوید خواهند شد. در اینجا گزارش خود را به انجام میرسونیم. خیر تا بازدید تا گزارش های نوبتی در تلویزیونی ورزش و فوتبال.